بررسی تحلیلی جنبش زن، زندگی، آزادی. ورود ایران به سال 1401 و ایستادن در آستانه قرن 15 شمسی در حالی رقم خورد که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت آن در عرصه روابط بین الملل متأثر از روند روزافزون واگرایی مردم و حاکمیت، تداوم فساد و ناکارآمدی در نهاد دولت، استمرار و افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی سیاسی ناشی از پرونده هسته‌ای و عواقب همه‌گیری بحران کرونا بیش از پیش وخیم‌تر شده بود. پس از دوران پرتنش اعتراضات و اعتصابات 95 تا 98، 2 سال سکون و سقوط اجباری حاکم بر فضای اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید 19 رقم خوردن فرصت مناسبی برای حاکمیت بود تا با واکاوی و آسیب شناسی زمینه‌ها و عوامل مخاطره‌آمیز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به بازاندیشی، تعدیل و اصلاح در سیاست‌ها و راهبردهای کلان نظام بپردازد و با تدبیر مطلوب و صلح‌مدارانه در راستای حل مسائل و مشکلات بردارد. اما این دوران نه تنها شاهد ظهور چنین اندیشه و اراده‌ای برای عبور از وضعیت بحرانی نبود، بلکه بالعکس عملکرد سیاسی رژیم بر عمق بحران‌ها افزود و حجم نارضایتی عمومی را بیشتر کرد، زیرا در مواجهه با بحران سلامت همگانی ناشی از کرونا، مدیریت بهداشتی درمانی ضعیف و نادرست نظام حکمرانی منجر به تحمیل پیامدهای زیانباری در حوزه‌های سلامت و اقتصاد بر اکثر اقشار جامعه شد و تحت تأثیر آن همزمان با کاهش میزان تولید و نابودی برخی کسب و کارها، دامنه فقر، بیکاری و تورم افزایش یافت و سطح امنیت روانی و معیشتی آحاد مردم با افت چشمگیر مواجه شد. اما موضوع مهم و بنیادی دیگر به رویکرد کلان رژیم در قبال وضعیت کلی کشور برمیگردد. چنانکه اشاره شد، این دوره میتوانست فرصتی برای تجدید نظر در برخی موضوعات بحرانزای داخلی و خارجی و اتخاذ مواضع اقلایی و چاره‌جویانه در قبال آنها باشد. اما روند سیاستگذاری کلان نظام حکمرانی مسیر کاملا متفاوتی در پیش گرفت و این دوره را به مقطعی برای تسریع جریان خالص‌سازی قدرت سیاسی، حذف و تضعیف احزاب، جریانات و چهره‌های مخالف و منتقد، اعمال کنترل شدید بر عرصه اجتماعی و امنیتی تر کردن فضا، تدوین سیاست‌های جدید اجتماعی فرهنگی مبتنی بر گفتمان انقلابیگری و بسترسازی برای حرکت به سوی اهداف گام دوم انقلاب تبدیل نمودند. از این رو با برچیده شدن بساط پاندمی کرونا و بازگشت مردم به عرصه عمومی، عوامل و زمینه‌های نارضایتی و اعتراض بیشتر از هر زمان دیگری انباشته شده بود. حجاب اجباری زنان و دختران یکی از موضوعات پرحاشیه و پرچالشی بود که در دهه اخیر همواره فراتر از امر پوشش به بزنگاهی برای تقابل بر سر موضوع هویت جنسیتی و آزادی زنان تبدیل شده است. روی کار آمدن دولت انقلابی رئیسی موجب شد تا این موضوع که بخشی از طرح راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و امر به معروف و نهی از منکر بود، به صورت جدی در دستورکار سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی دولت قرار گیرد. یکی از ابعاد اجرایی این طرح‌ها گشت ارشاد با نام رسمی پلیس امنیت و اخلاق یا طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که با حضور در اماکن عمومی وظیفه کنترل پوشش ظاهری مردم، بلخص خانم‌ها را بر عهده دارند و با مصادیق بی‌حجابی و سستی در رعایت حجاب برخورد انتظامی می‌کنند. برخورد گشت‌های ارشاد با زنان و دخترانی که از نظر آنان پوشش مناسب ندارند، یکی از منازعات پایدار سطح خیابان‌های ایران و اماکن عمومی در دهه‌های اخیر بوده است که در بهار و تابستان 1401 وارد فاز جدیدی شد. چنانکه برخی از فیلم‌ها و تصاویر برخوردهای بعضاً خارج از ضوابط گشت ارشاد، از جمله آویزان شدن مادری از ماشین گشت ارشاد جهت دفاع از دختر بازداشت شده‌اش و بی‌التفاتی پلیس امنیت اخلاقی به او در تهران و اعترافات اجباری سپید رشنو از زنان معترض به حجاب اجباری به طور وسیعی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بر نارضایتی و خشم عمومی از این موضوع افزودند. تا اینکه نهایتاً 25 شهریور 1401 در فضای ملتهب و آکنده از ظرفیت اعتراضی جامعه ایران، جان باختن دختری با نام مهسا یا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران جرقه‌ای در انبان خشم و نارضایتی جامعه انداخت و دور جدیدی از اعتراضات سراسری را رقم زد که با نام خیزش زن زندگی آزادی معروف است. 22 شهریور 1401 دختری 21 ساله با نام مهسا یا ژینا امینی، اهل شهر سقز استان کردستان
تهران که در سفری خانوادگی در تهران به سر می‌برد، حوالی مترو شهید حقانی تهران به جرم بدحجابی دستگیر شد و 2 ساعت پس از دستگیری و انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا ظاهراً به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه و مرگ مغزی ناشی از آن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری بستری شد و 3 روز بعد در 25 شهریور ماه درگذشت. پوشش خبری به کما رفتن مهسا یا ژینا امینی و انتشار عکس او بر تخت بیمارستان منجر به شکلگیری موج وسیعی از همدردی و اعتراض در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شد که با اعلام خبر درگذشت او روند سریعتری به خود گرفت و در روز 26 شهریور اولین تجمعات ضد حکومتی در اعتراض به مرگ او در خیابان‌های مجاور بیمارستان کسری و حوالی میدان آرژانتین تهران با سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور و گشت ارشاد گشت کشتار، قسم به خون مهسا ایران می‌گردد آزاد، خامنه‌ای قاتل حکومتش باطله، از کردستان تا تهران ستم علیه زنان و میکشم کسی که خواهرم کشت شکل گرفت که با برخورد خشن نیروهای ضد شورش مواجه شدند. انتقال پیکر مهسا یا ژینا به قبرستان آیچی سقز، تشییع جنازه او و اعتراضات پس از خاکسپاریش در سقز گام مهمی در تداوم و معنابخشی به این حرکت اعتراضی بود که از چند روز پیش در فضای مجازی و برخی اعتراضات پراکنده خیابانی شروع شده بود. عدم همکاری خانواده مهسا یا ژینا با نهادهای حکومتی در راستای سرپوش گذاشتن بر حواشی جان باختن او، کنش‌های اعتراضی بر سر مزار مهسا یا ژینا از جمله عبارت دستنویسی با زبان کردی با عنوان ژینا جان تو نمیمیری نام تو رمز می‌شود و سر دادن شعار زن زندگی آزادی بر سر مزار او که به زودی شناسنامه‌ای در مقیاس جهانی برای این خیزش شد، نقطه عطفی را در شکل دادن به یک جنبش سراسری رقم زدند. در واقع تداوم، پویایی و معنایابی این اعتراضات توأم با موج عظیم و شگرف همصدایی و همراهی که در سطح جهانی به دست آورد، زمینه گذار آن از یک خیزش اعتراضی به جنبشی نوین را فراهم نمودند که در جهان با عنوان جنبش زن زندگی آزادی شناخته می شود. همزمان با مراسم خاکسپاری مهسا یا ژینا، فراخوان اعتراضات جمعی در بسیاری از شهرها منتشر شد و در سنندج، تهران، اصفهان، مشهد و رشت نخستین اعتراضات با شعارهای ضد حکومتی با محوریت زن زندگی آزادی به وقوع پیوست و دیری نپایید که علیرغم واکنش شدید و سرکوبگرانه حکومت، سراسر ایران صحنه اعتراض به مرگ مهسا یا ژینا و اعلان ضدیت با رژیم شد. گستره جغرافیایی این خیزش 31 استان، 161 شهر و 144 دانشگاه بزرگ را در قالب 544 اعتراض خیابانی و 615 تجمع درون دانشگاهی از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب ایران در بر گرفت و به مدت حدوداً 3 ماه به طور نسبتاً مستمری در جریان بود که از نظر تداوم از جمله فراگیرترین و طولانی‌ترین اعتراضات پیوسته در عمر حکومت جمهوری اسلامی است. گاردین در تحلیل آن را بزرگترین چالش برای رهبری و رژیم جمهوری اسلامی ایران از سال 57 برمی‌شمارد. پایگاه اجتماعی و کنشگران اصلی خیزش 1401 را زنان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان در تعداد زیادی از شهرهای کوچک و بزرگ و همچنین گروه‌های قومی مذهبی در مناطق حاشیه‌ای کشور تشکیل می‌دادند. صرف نظر از فشارهای خاص جنسیتی و نسلی، وجه مشترک این گروه‌ها این است که بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی خود را قربانی شرایط نامطلوب موجود می‌بینند. آنها به شکل‌های مختلفی سرریز مسائل و بحران‌های عمومی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود را هم در سطح جامعه و هم در درون خانواده‌های خود تجربه می‌کنند. به علاوه آنان یک نظام آموزشی غیر جذاب و خسته کننده را پشت سر گذاشته و یا می‌گذرانند. با آگاهی نسبی بر وضعیت موجود کشور و به ویژه بازار کار، آینده روشنی را پیش چشم خود نمی‌بینند و سرانجام اینکه اندک فرصت‌های تفنن و تفریحاتشان را تحت کنترل و فشار مضاعف از سوی نهادهای حکومتی می‌بینند. البته در میان معترضان جوان نوعی خصیصه صنفی هم وجود دارد. صرف نظر از گروه‌های قومی و مذهبی، تعداد زیادی از کشته شدگان را جوانان بیکار یا شاغلان موقت بخش‌های خدماتی خصوصی کوچک نظیر رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها و باشگاه‌های ورزشی تشکیل می‌دهند. این ترکیب به خوبی ردپای مشکلات اقتصادی را در کنار مشکلات اجتماعی و فرهنگی در این جنبش نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌هایی که جنبش زن زندگی آزادی را از اعتراضات پیشین متمایز می‌کند، مشارکت وسیع بازار، اصناف و کارگران در قالب اعتصابات بود. اعتصاب بازاریان عمدتاً در مناطق شمال غربی کشور و همینطور جنوب شرقی کشور متمرکز بود. با این حال، قسمت‌هایی از بازار تهران به عنوان قلب عرضه و توزیع کالا و اجناس در ایران، علیرغم نفوذ زیاد حکومت هم شاهد اعتصاب بود. در مجموع بازار و اماکن کسب در 53 شهر برای 163 مرتبه در طی
82 روز با تعطیل کردن کسب و کار خود دست به اعتصاب زدند. اماکن تحصیلی یا شغلی در این دوره با 110 مرتبه تجمع در محل کار یا تحصیل در 33 شهر دست به اعتصاب از طریق تحصن و تجمع زدند و همینطور 14 شهر در محیط تحصیل یا کار با دست کشیدن از کار یا تحصیل برای 43 مرتبه دست به اعتراض زدند. کارگران، برخی از رانندگان کامیون، معلمان و وکلا نیز از جمله مشاغلی بودند که با تجمع یا دست کشیدن از کار همراهی خود را با اعتراضات سراسری نشان دادند. نکته دیگری که در مورد پایگاه اجتماعی این جنبش قابل توجه و تأمل است، سکوت روحانیت سنتی و غیر حکومتی در مقابل آن است. در طول جنبش، به رغم درخواست‌های مکرر رهبران و محافل حکومتی از خواص، به مفهومی که از سوی رهبران حکومت برای اشاره به شخصیت‌های عالی رتبه نزدیک به حکومت به کار می‌رود و شامل روحانیون عالی رتبه هم می‌شود، برای موضع‌گیری علیه این جنبش نشانه چندانی از چنین موضع‌گیری از سوی این بخش از روحانیون دیده نشد. برعکس، در همین ایام گاهی شاهد انتقادهای برخی از این روحانیون نسبت به وضعیت موجود و جهتگیری‌ها و سیاست‌های حکومتی بود. این در حالی است که علاوه بر سویه‌های غیر دینی و نه لزوما ضد دینی این جنبش، گرایش‌های آشکاری دال بر ضدیت معترضان با برخی از نمادهای مذهبی و دستگاه دینی نیز وجود داشت. این موضوع صرف نظر از علل و دلایل آن، آثار مهمی در روند و چشم‌اندازهای آینده جنبش دارد. روی هم رفته این جنبش در مجموع از قوت و قدرت بالفعل و بالقوه قابل توجهی برخوردار بود. گستردگی جغرافیایی و استمرار آن در شکل‌ها و جلوه‌های مختلف به رغم فشارها و محدودیت‌های بسیار شدید مؤید این قدرت و قوت است. خیزش 1401 به میزان قابل ملاحظه‌ای در پیام، گستردگی و وحدت از خیزش‌های پیشین فراتر رفته و اصولاً خصلت و پویایی متفاوتی به خود گرفته است. این قیام طبقه متوسط شهری طبق متوسط فقر، برخی از حاشیه‌نشینان و اقوام مختلف کرد، فارس، لور، ترک آذری و بلوچ را تحت پیام زن زندگی آزادی گرد هم آورده است. نوعی درد مشترک ایجاد شده است، درد و درخواستی که گروه‌های اجتماعی گوناگون را متحد کرده است تا نه تنها آن را احساس کنند و به اشتراک بگذارند، بلکه بر اساس آن عمل نمایند. با ظهور مردم به عنوان ابرجمعی که در آن تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و مذهبی به نفع یک خیر عمومی بزرگتر موقتاً رنگ می‌بازند، خیزش خصلتی انقلابی به خود گرفت. مطالبات خیزش از پایان دادن به گشت ارشاد و حجاب اجباری فراتر رفت و برای اولین بار یک جنبش اعتراضی سراسری در کشور خواستار تغییر نظام و تحول ساختاری شد. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی فضاهای شهری خارج از کشور را به عرصه‌ای برای مشارکت و منازعه میان بازیگران بیشمار از افراد تا گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با دسترسی نابرابر به منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدل کرد. ابعاد همبستگی خارجی این جنبش که به شدت تحت تأثیر مطالبات و شعارهای مترقی و منبعث از حقوق بشر آن قرار داشت، یکی از ویژگی‌های بارز و حائز اهمیت آن به شمار می‌رود که در تاریخ ایران بی‌نظیر است. از نخستین روزهای خیزش سراسری 1401 نسبت به جان باختن مهسا یا ژینا امینی و حوادث بعد از آن واکنش گسترده‌ای در خارج از ایران شکل گرفت که بر ماهیت و روند جنبش تأثیرات مهمی بر جای گذاشت. جامعه ایرانیان خارج از کشور، رؤسای دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی، چهره‌های مطرح و شناخته شده علمی و دانشگاهی، هنرمندان، بازیگران سینما، ورزشکاران و مردم عادی برخی از کشورها در زمره کنشگران جهانی حامی جنبش زن زندگی آزادی قرار گرفتند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان دیدبان حقوق بشر، کشورهای غربی از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و انگلیس به حمایت علنی از جنبش پرداختند و در راستای آن به اقدامات علنی از جمله تحریم سران جمهوری اسلامی و برنامه‌های حمایتی از جنبش دست دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی غیررسمی که بدین منظور برگزار شد، نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران بیانیه دادند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در 23 آذر 1401 با اکثریت آرا ایران را از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کردند. قطعنامه پیشنهادی برای این امر از سوی ایالات متحده ارائه شده بود و 29 عضو این شورا از قطعنامه پیشنهادی حمایت کردند. این اقدام برای نخستین بار در تاریخ این کمیسیون سازمان ملل روی داد.
کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 1401 نیز بدون حضور مقامات ایرانی و با دعوت از برخی چهره‌های اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد. تورج عطابکی در مورد بازتاب جنبش در جوامع خارجی میگوید یکی از شناسه‌های مشهود جنبش دستاوردهایش بیرون از مرزهای ایران است. به برکت زیست میلیونی پناهندگان و مهاجران ایرانی در سراسر جهان جنبشی شکل گرفته که آن را جنبش دایاسپورا می‌نامم. این جنبش خود را به پشتیبانی صرف از مطالبات مردم در داخل محدود نکرده و با ارائه یک گفتمان مکمل آنان را در تقویت و غنی کردن مطالباتشان یاری می‌دهد. موفق‌ترین و بارزترین نمونه از این نقش جنبش دایاسپورا در جنبش اعتراضی انقلابی کنونی سازمان دادن تجمع‌ها و راهپیمایی‌های بسیار بزرگ در کشورهای اروپایی و آمریکایی است. در اجتماع تورنتو بیش از 50,000 نفر و در اجتماع برلین بیش از 80,000 نفر شرکت کردند. گام‌هایی از این دست از سوی جنبش دایاسپورا نه تنها حامی جنبش اعتراضی انقلابی درون ایران است، بلکه با شکل‌های سازماندهی و شعارهایش توان تاثیرگذاری را بر جنبش درون کشور دارد. همبستگی دوردست جایش را به همدلی جهانی شده نزدیک یا گلوبال یا گلوکال داده است. از سوی دیگر این دایاسپورا در دو لایه پایین و بالا نه تنها به بسط حمایت مردمان جهان از جنبش زن زندگی آزادی در ایران همت گماشته که در نوع خود یگانه است، بلکه دولت‌ها و بسیاری از نهادهای جهانی را نیز به هواداری از جنبش اعتراضی انقلابی ایران کشانده که این نیز در تاریخ معاصر ایران و جهان کمتر دیده شده است. حمایت و پشتیبانی مردمان جهان از مبارزه مردم ایران بدون تردید و بیچون و چرا بی‌سابقه است. نقش‌آفرینی پررنگ و کم سابقه دایاسپورای ایرانی اما از مردم عادی، نخبگان و احزاب و جریان‌های اپوزیسیون در فرآیند خیزش موجب شد تا آنان در فضای آزاد جهان غربی تا حدودی ابتکار عمل و نمایندگی جنبش را به دست بگیرند که این امر علیرغم پیامدهای مثبتی که در جهانی کردن صدای جنبش داشت، دارای مجموعی از تبعات سلبی و انحرافی نیز بود. مهمترین وجه آسیب شناختی دایاسپورای خیزش سربرآوردن برخی از گفتمان‌های ایدئولوژیک افراطی راست و چپ و سلطنت طلب از گریبان جنبش زن زندگی آزادی بود. جریان‌هایی که با مواجهه‌های تقلیل‌گرایانه و اغراض ایدئولوژیک جنبش فراگیر و نوین زن زندگی آزادی را با پیام جهانی و انسانیش به سمت و سوی خوانش‌های سطحی و اغراض باندی و حزبی سوق دادند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس، در تحلیلی با عنوان ظهور راست افراطی در خارج از کشور در این باره می‌نویسد: این جنبش در حالی ظهور کرد که همزمان در خارج از کشور و در بطن دموکراسی و درست تحت تأثیر همین جنبش با برآمدن راست رادیکال و افراطی ایرانی روبرو شدیم که با آن جنبش بیگانه بود. گرایشی که نه با برآمدن زنان میانه‌ای دارد، نه با برآمدن گروه‌های قومی و نه با مسالمت‌جویی و دموکراسی خواهی آن جنبش همخوان است و به آن تنها نگاه ابزاری دارد. این جریان به بهانه حمایت از جنبش اما در تمایز با آن بیشتر مبلغ نوعی از لومپنیسم، خشونت ورزی، افراطگرایی و مروج اخبار نادرست بود. در حوزه میدانی و تظاهرات، راست افراطی با رفتارهای پرخاشگرایانه، خشونت‌آمیز و وحشت‌آفرین همچون بالا بردن چوبه‌های دار و عکس شکنجهگران پیشین، ضرب و شتم مخالفان یا تحمیل خود بر دیگران، اعلان جنگ علیه دیگر بخش‌های اپوزیسیون و تفرقه افکنی، ظرفیت ناشناخته خود را در ویرانگری به نمایش گذاشت. اتحادطلبی سلبی پوپولیستی حول نماد پادشاهی به سرعت به رهبر ما پهلوی هر کی نگه اجنبیه و اعلام جنگ با عوامل فتنه 57 تبدیل شد. آنان کوشیدند همبستگی در حمایت از مردم ایران را مصادره به مطلوب کنند و با محو چند صدایی تک صدایی را جایگزین کنند. در این راه نه از دشمنی با دگراندیشان ایرانی و نه نزدیکی با راست افراطی نجات پرست در غرب ابایی نداشتند. نخبگان فکری این گرایش نیز بی‌اعتنا به شعارهای جنبش در داخل کشور به سرعت خود را به سطح یک اندیشه سیاسی منسجم ارتقا دادند و حزب‌های نوینشان را پایه‌ریزی کردند. آنان نخست خیزشی را که جهان از آن همچون نخستین انقلاب زنانه نام می‌برد یکسره منکر شده و آن را انقلاب ناسیونالیستی خواندند. سپس به قصد خنثی کردن رنگ فمینیستی شعار زن زندگی آزادی به تبلیغ شعار مرد سالارانه و اقتدارگرایانه مرد میهن آبادی پرداختند. نوستالژی‌گرایی مسئله برانگیز این جریان نیز به سرعت به ایدئالسازی مطلق از نظام گذشته منجر شد. آنان که در ابتدا به نام حفظ تمامیت ارضی تبعیض قومیتی را انکار می‌کردند، به سرعت گروه‌های قومیتی را تجزیه طلب و تروریست خواندند. مخالفت رادیکال با حکومت اسلامی نیز به سرعت به ستیزه‌جویی خصمانه علیه فتنه‌گران 57 تبدیل شد.
نقش و تأثیر جهان مجازی با محوریت شبکه‌های اجتماعی در خیزش زن زندگی آزادی ویژگی اساسی دیگری از این جنبش محسوب می‌شود که کارکردهای متنوع آن اثرگذاری وسیعی بر ماهیت و توان جنبش داشته است، به گونه‌ای که برخی از ابعاد مجازی این جنبش از قبیل هشتگ مهسا امینی با نزدیک به 300 میلیون هشتگ در توییتر و هشتگ چندین میلیونی آن در سایر شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و تیک تاک رکورددار تاریخ استفاده از هشتگ از زمان معرفی این قابلیت مجازی در شبکه‌های اجتماعی است. چنانکه در تحلیل اعتراضات آبان 98 اشاره شد، نظریه جامعه شبکه‌ای و کاربرد چندگانه اطلاع رسانی، سازماندهی، شبکه‌سازی مجازی، معناسازی و خلق و ترویج آنها از متمایزترین ویژگی‌های جنبش‌های اعتراضی اخیر است که در خیزش 1401 ابعاد وسیع‌تری یافت، به طوری که کنترل اینترنت در ایران به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل شد. در روزهای ابتدایی خیزش، اتصال‌ها به اینترنت در ایران به 67% میزان معمول کاهش داده شد. در روزهای بعد اینترنت موبایل و خطوط تلفن همراه در بخش‌های گسترده‌ای از ایران قطع شد. رسانه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتساپ نیز در 30 شهریور فیلتر شدند. در 30 شهریور وزارت ارتباطات حکومت جمهوری اسلامی با هدف آگاه نشدن مردم و معترضان از اخبار تازه اعتراضات، واتساپ و اینستاگرام را هم فیلتر کرد. گوگل نیز از دسترس خارج شد که پس از 2 روز رفع فیلتر شد. همچنین اختلال گسترده‌ای در دسترسی به اینترنت رخ داد که به گزارش نتبلاکس بزرگترین اختلال در اینترنت ایران از زمان قطعی کامل اینترنت در سال 98 بود. به دنبال نخستین جرقه‌های خیزش 1401 نهاد عظیم سرکوب با تمام توان و قابلیت‌هایی که در اختیار داشت با اعمال خشونت هرچه تمام به میدان آمد و یکی از گسترده‌ترین و شنیع‌ترین سرکوب‌های تاریخ معاصر ایران را رقم زد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شمار جانباختگان خیزش را تا 26 آذر 1401 496 نفر اعلام کرد که 68 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. طبق گزارش هرانا تعداد بازداشت شدگان تا این تاریخ نیز به 18452 نفر رسید که 649 نفر از بازداشت شدگان دانشجو بودند. نهاد سرکوب علاوه بر نقشی که در تبیین ماهیت نظام حاکم و نحوه استنباط آن از اقسام کنش‌های جمعی اعتراضی دارد، متغیر مهمی در روند و سرنوشت کنش‌های اعتراضی جمعی نیز محسوب می‌شود. از این رو شناخت سازمان، عناصر، ابعاد، عوامل و ابزارهای این نهاد شاخص مهمی در مطالعات بررسی کنش‌های اعتراضی جمعی به شمار می‌رود. نگاهی گذرا به جریان سرکوب در کنش‌های اعتراضی 3 دهه اخیر از اعتراضات دانشجویی تیر ماه 78 موسوم به حمله به کوی دانشگاه تهران تا جنبش سبز، اعتراضات سال 96، آبان خونین 98 و خیزش 1401 از تکامل نهاد سرکوب در تمام ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری آن حکایت دارند. برخی از ابعاد این تکامل عبارتند از توانمندسازی آموزشی و افزایش شمار منابع و نیروهای انسانی، سازماندهی و شبکه‌سازی مطابق با استانداردهای پلیسی و تغییرات محیطی، تجهیز بعد سخت افزاری سرکوب اهم از تسلیحات و ابزارهای کنترل و مراقبت و توسعه سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی. پس از کاربرد وسیع و مؤثر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات، بخش قابل توجهی از ظرفیت و توان نهاد سرکوب نیز به نظارت، کنترل، فیلتر کردن و پیگیری فعالیت‌های مجازی و سرکوب سایبری معطوف گشت. تشکیل گروه‌های موسوم به گردان‌های سایبری در نهادهای نظامی و شبه نظامی یا به راه افتادن نهادهایی برای تولید محتوا، رصد، پرونده‌سازی یا آزار رساندن به مخالفین و منتقدان فعال در حوزه مجازی مصادیقی از سرکوب مجازی و سایبری هستند. ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای، تبلیغاتی و حتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی می‌دانند. طبق گزارش پایگاه داده‌های باز ایران درباره نهاد سرکوب در رژیم جمهوری اسلامی ایران، ماهیت سرکوب معترضان و منتقدان صرفاً با ضرب و شتم، بازداشت، حبس و محاکمه آنها اتفاق نمی‌افتد. این سرکوب زمینه‌سازی فرهنگی و اطلاعاتی پیشینی نیز دارد که نهادهای فرهنگی و ایدئولوژیک وابسته به حکومت آن را بر عهده دارند. در این گزارش درباره بودجه مالی نهاد سرکوب آمده است که با بررسی داده‌های بودجه 1401 می‌توان رد بیش از 107,000 میلیارد تومان را دنبال کرد که سهم نامشخصی از آن در اختیار دستگاه عظیم و غیر شفاف سرکوب حکومت ایران قرار دارد.
در بخشی از این گزارش به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان فعالترین دستگاه اطلاعاتی امنیتی در ایران در سالهای اخیر اشاره شده است. در واقع طی 3 دهه اخیر سرکوب هرچه شدیدتر و وسیع‌تر با بکارگیری سلاح‌های جنگی و روش‌های غیرمرسوم مغایر با کنوانسیون‌ها و رژیم‌های حقوقی مقابله با شورش و ناآرامی، فتنه، آشوب، اغتشاش، فریب و توطئه دشمن نامیدن اعتراضات و سلب هر نوع حق ابراز نارضایتی و اعتراضی از آنها یگانه پاسخی است که رژیم جمهوری اسلامی به هر نوع اعتراض جمعی داده است. پاسخی که ماهیت سرکوبگرانه و استبدادی نظام حاکم را به شکل عیان به نمایش می‌گذارد و نقش محوری در خلق دوگانه سرکوبگری حاکمیت و سرنگونی طلبی جامعه معترض دارد. شعارهای خیزش 1401 که از مطالبات، آمال و اهداف سلبی و ایجابی معترضین و کنشگران حکایت دارند و از مؤلفه‌های اصلی درک ماهیت و پیام اعتراضات به شمار می‌روند، از زوایای گوناگون و در چندین طیف قابل بررسی و تحلیلند. شاخص‌ترین شعار خیزش 1401 زن، زندگی، آزادی است. این شعار که برای نخستین بار روز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در شهر سقز کردستان بر سر مزار وی سر داده شد، در اندک زمانی به مانیفست جنبش تبدیل شد و پس از گسترش در سراسر ایران طنینی جهانی یافت. این شعار متعلق به اندیشه و آثار عبدالله اوجالان، رهبر کرد مبحوث در ترکیه و ایده زن آزاد اوست که بر این باور است تا زن آزاد نشود، جامعه آزاد نمی شود و می نویسد زن، زندگی، آزادی یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد و حتی مرد آزاد. این مفاهیم و ایده ها که در فرهنگ مبارزاتی کردها در ترکیه و سپس سوریه نقشی محوری داشتند، با جان باختن مهسا یا ژینا امینی با اعتراضات شهر سقز به ادبیات خیزش 1401 ایران وارد شد. اسلافی ژیژک درباره اهمیت این شعار و ضرورت الهام گرفتن از آن می‌نویسد: شعار معترضان زن، زندگی، آزادی تقلیدی صرف از فمینیست غربی یا من نیز هم نیست. اگرچه میلیون‌ها زن عادی را بسیج کرده، اما از مبارزه بسیار گسترده‌تری حکایت می‌کند و گرایش ضد مردانگی را که در فمینیسم غربی وجود دارد رد می‌کند. مردان ایرانی که زن، زندگی، آزادی می‌خوانند می‌دانند مبارزه برای حقوق زنان مبارزه برای آزادی خودشان نیز هست و ظلم به زنان چیزی نیست جز بارزترین مظهر نظام تروریسم و دولت گسترده‌تر. شعارهای ناظر بر مقاومت در برابر ستم جنسیتی و خواهان برابری جنسی که حقوق زنان را فریاد می‌زدند، بخشی از شعارها بودند که از روز نخست در ردیف شعارهای اصلی جای گرفتند. به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد، زن آزاد منم، عدالت، آزادی، پوشش اختیاری، حکومت ضد زن، نمیخوایم، ما همه مهسا هستیم بجنگ تا بجنگیم، نه روسری نه توسری، آزادی و برابری، آخر این قصه خوشه یه زن رهبرو میکشه. بخشی از این شعارها بودند. شعارهای دارای پیام سرنگونی رژیم استبدادی و طلب آزادیخواهی و دموکراسی در ردیف پربسامدترین و مهمترین طیف شعارها قرار داشتند که از آن میان میتوان به مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، خامنه‌ای ضحاک میکشیمت زیر خاک، این آخرین پیام هدف خود نظامه، میجنگیم میمیریم ایرانو پس میگیریم، بهش نگید اعتراض اسمش شده انقلاب، آزادی آزادی آزادی، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی، برابری اشاره کرد. شعارهای دارای پیام همبستگی سراسری نیز در زمره شعارهای پرکاربرد این خیزش قرار داشتند. شعارهایی از قبیل اگه با هم یکی نشیم یکی یکی کشته میشیم، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، رهایی حق ماست، قدرت ما جمع ماست، سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران، کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری، آذربایجان بیدار است، حامی کردستان است، می جنگیم می میریم ایرانو پس میگیریم، تهران بشه کردستان، ایران میشه گلستان اشاره کرد. شعارها و الفاظ رکیک نیز به تناوب در برخی تجمعات و اعتراضات سر داده می‌شدند که بعضاً برخی از این شعارها مانند سبزی پلو با ماهی و نه اینوری نه اونوری با مضامین تند جنسی و توهین ناموسی به نوعی در تضاد با پیام اصلی جنبش یعنی زن، زندگی، آزادی قرار داشتند. مصطفی مهرآیین استاد دانشگاه و صاحب نظر در مباحث فرهنگی اجتماعی معتقد است این شعارها از فضای سیاسی و اجتماعی بسته و تک‌صدایی نشأت می‌گیرند و می‌گوید محتوا و جهتگیری سیاسی ایدئولوژیک دنیاهای زبانی حاصل گفتمان‌های رقیب آنان است. در واقع گفتمان
رقیب دستورالعمل مخالفان را تعیین می‌کند. اگر گفتمان رقیب در جامعه متکثر و میانه‌رو بود، اصلاً گفتمان شورشی شکل نمی‌گرفت، ولی با تک‌صدا شدن گفتمان قدرت مسلط، نیروی مقابل او هم تک‌صدا می‌شود. اینجاست که ادبیات طرف اول تعیین کننده ادبیات و گفتار طرف دوم است. وقتی شما طرف مقابلت را خس و خاشاک، حشره، هرزه، لجن، بی‌ارزش و از این دست خواندی، او هم فحاشی می‌کند و دیگر عجیب نیست که حتی دانشجو هم ناسزا می‌گوید. وقتی معترضان را ساکت کنیم و اغتشاشگر بنامیم، دیگر نباید توقع ادبیات فرهیخته‌ای از سوی آنان داشته باشیم. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی نیز معتقد است این امر ریشه در سرخوردگی و نومیدی اجتماعی نسل‌های جدید دارد. در تحلیل و واکاوی شعارهای اعتراضات آبان 98 به شعارهای سلطنت طلبانه با مضمون تکریم خاندان پهلوی اشاره شد و برخی از زمینه‌های اقبال به آن از منظر تاریخی، روانشناسی و خاطره جمعی، سپهرهای سیاسی موجود، سیاست‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای تبلیغاتی و فعالیت‌های حزبی تشریح شدند. در جنبش زن زندگی آزادی نیز جریان سلطنت طلب با محوریت خاندان پهلوی و شخص رضا پهلوی با تمام توان و امکانات سازمانی، مالی و رسانه‌ای تبلیغاتی که در اختیار داشتند به میدان آمدند و تلاش نمودند تا در غیبت یک اپوزیسیون قوی، منسجم و کارآمد خود را به جایگاه نمایندگی یا بخشی از نمایندگان اصلی جنبش برسانند. تلاش برای نمایندگی یک جنبش نوین مبتنی بر دموکراسی و آزادی موجب شد تا سلطنت طلبها در راستای ارائه روایتی همخوان با معیارهای آوانگارد جنبش از نظام پادشاهی برآیند و با تأکید بر نظام پادشاهی مشروطه آن را بدیل اصلی رژیم جمهوری اسلامی معرفی نمایند که این امر به دلایل مختلفی چندان موفقیتی کسب نکرد و موجب تشتت و تضارب آرا و مجادلات وسیعی در میان بدنه جنبش بلخص اپوزیسیون خارج از کشور شد و در تقلیل ظرفیت‌های جنبش و سازماندهی برون مرزی آن نیز تأثیر سلبی و منفی بر جای نهاد، زیرا گرایش راست رادیکال و افراطی ایران چنان که اشارت رفت گرایشی بیگانه با جنبش است که نه با برآمدن زنان میانه‌ای دارد، نه با برآمدن گروه‌های قومی و نه با مسالمت‌جویی دموکراسی خواهی آن جنبش همخوان است و به آن تنها نگاه ابزاری دارد. این جریان به بهانه حمایت از جنبش اما در تمایز با آن بیشتر مبلغ نوعی از لومپنیسم، خشونت‌ورزی، افراط‌گرایی و مروج اخبار نادرست بود. جنبش زن زندگی آزادی از منظر بازتاب نقش و جایگاه هویت‌های جمعی تحت تبعیض و اقلیت‌ها در آن آغاز عصر جدیدی در تاریخ معاصر ایران است. شخصیت فردی مهسا یا ژینا امینی در مقام یک دختر جوان، کرد و اهل سنت به عنوان چهره اصلی جنبش خود سمبولی است که اکثریت گروه‌ها و هویت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و حتی نسلی تحت تبعیض در جامعه ایران را نمایندگی می‌کرد. ویژگی‌هایی که ماهیتی نمادین و چندگانه به جنبش زن زندگی آزادی بخشیدند. تأملی در اعتراضات و خیزش‌های فراگیر و سراسری ایران تا پیش از خیزش 1401 و نسبت آن با امر قومی از ناهمپوشانی یا همبستگی ضعیف این دو با یکدیگر حکایت دارند. بدین معنا که اعتراضات و خیزش‌های متمرکز بر مطالبات قومی و مذهبی غالباً به جغرافیا و گروه‌های قومی محدود ماندند و خیزش‌های سراسری عمدتاً حول مطالبات فراقومی و فرااقلیتی سازمان یافتند. یا اینکه در همبسته ترین وضعیت برخی از مطالبات قومی را به صورت ضمنی پوشش دادند. اما در خیزش 1401 برای نخستین بار اقوام با محوریت کرد و بلوچ به بازیگران اصلی یک خیزش سراسری تبدیل شدند و نقشی محوری در تکوین و تداوم آن بازی کردند. در واقع جایگاه اقوام در جنبش زن زندگی آزادی به حضور و اعتراض در خیابان محدود نماند، بلکه اقوام در برساخت گفتمانی این جنبش نیز نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا کردند. نقش و جایگاه چندبعدی اقوام در تکوین و تداوم جنبش از چندین زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه خیزش حول جان باختن دختر مسافری متعلق به جامعه کرد شکل گرفت که برادر او در زمان دستگیری خواهرش گفته بود خواهرم را نبرید، ما اینجا غریبیم. این ماجرا خود در برانگیختن حس اعتراض جمعی و همدردی منجر به ظهور اعتراضات مؤثر بود. در ادامه نیز مراسم خاکسپاری مهسا یا ژینا امینی که نقطه کانونی جهت‌دهی به خیزش و تداوم آن محسوب می‌شود، از خواستگاهی قومی و برآمده از فضا و فرهنگ سیاسی اجتماعی جامعه کردستان برخوردار بود. وجه دوم، نقش پررنگ و محوری اقوام کرد و بلوچ در سازماندهی اعتراضات و استمرار بخشی به آن بود. در اطلس جغرافیایی اعتراضات، شهرهای کرد در استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام و شهرهای بلوچستان با مرکزیت زاهدان در ردیف نخست اعتراضات قرار داشتند.
شدت اعتراضات، میزان مشارکت معترضین، استمرار اعتراضات و میزان بالای سرکوب متغیرهایی هستند که شاخصیت این مناطق را نشان می‌دهند. در طی هفته پایانی آبان بیش از 50 معترض در مناطق کردستانی کشته شدند و سپاه به عنوان عامل اصلی سرکوب در شهرهای کرد به استفاده از سلاح‌های جنگی سنگین ضد زره و گازهای فلج کننده اعصاب متوسل شد. جمعه خونین زاهدان در 8 مهر 1401 با رکورد بیشترین میزان کشتار در یک روز و یک محل با قریب به 100 تن قربانی سیاه‌ترین روز اعتراضات را رقم زد و اراده مردم بلوچ را در راه مقاومت بیش از پیش مستحکم نمود، به طوری که پس از یک سال و اندی از آغاز خیزش، بلوچستان با مرکزیت زاهدان تنها کانونی بود که همچنان تسخیر ناشدنی باقی ماند و تریبون نماز جمعه مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان تنها صدای آزادی است که همچنان در داخل به گوش میرسد و نظام حاکم و گفتمان آن را بی‌پروا به نقد و چالش میکشد. سرکوب در کردستان و بلوچستان تنها به اعتراضات و معترضین محدود نماند، بلکه روال عادی زندگی تمامی شهروندان و بازاریان برای ماه‌ها تحت شدیدترین سختگیری‌های امنیتی و انتظامی قرار داشت و نوعی سیاست تنبیهی از سوی نهادهای سرکوبگر به شدت اعمال می‌شد. و در مجموع آمار دستگیری، شکنجه و ایجاد فشار نیز در این مناطق بسیار شدیدتر و خشونت‌آمیزتر بود. البته این واقعیت از دید مردم ساکن سایر شهرها و مناطق پنهان نماند و حمایت از کردستان و بلوچستان بخش مهمی از ادبیات و شعارهای خیزش را به خود اختصاص داد. جنبه دیگری از نقش‌آفرینی اقوام در خیزش مشارکت معنادار زبان و فرهنگ قومی در ادبیات و گفتمان جنبش بود. شعارها، ایده‌ها و انگاره‌های زیادی درباره نحوه اعتراضات و کیفیت مبارزه از مناطق قومی سر برآوردند و در سراسر ایران مورد استقبال واقع شدند. موضوعی که در ایجاد همبستگی سراسری و پیشرو و چشم و چراغ خواندن کردستان و بلوچستان در این خیزش نقش اساسی داشتند. خیزش 1401 در مناطق قومی در عین حال فرصتی برای طرح و بسط گفتمان و مطالبات قومی نیز بود. بسیاری از کنشگران قومی و معترضین در عین تاکید بر همبستگی و همصدایی سراسری معتقد بودند که بایستی موضوع قومیت به فراموشی سپرده نشود و حتی در اعتراضات شهرهای کردستان گرایشات کردی ملی گرایانه با شعارهای شناسنامه‌دار مبارزاتی کردستان از جمله کردستان گورستان فاشیستان، شهید نمیمیرد، قاسملو راحت ادامه دارد و تا یک کرد زنده بماند کردستان پابرجاست تبلور آشکار داشتند. مرجعیت شخصیت‌های متنفذ ملی مذهبی و احزاب اپوزیسیون خارج از کشور در میان جامعه کردستان و بلوچستان از ویژگی‌های متمایز کننده اعتراضات در این مناطق نسبت به سایر نقاط کشور است که در سازماندهی و مدیریت اعتراضات در این مناطق کاملاً مؤثر بوده است. طی یک سال از شروع خیزش تا سالگرد آن در 4 مورد از درخواست و فراخوان احزاب سیاسی از مردم سراسر کردستان هر 4 بار با قدرت تمام اعتراضات و اعتصابات به شکل باشکوهی انجام گرفت، به نحوی که در شهرهایی از کردستان این اعتراضات و مخصوصاً اعتصاب کسبه و بازاریان و صاحبان مشاغل به بیش از 45 روز تعطیلی کامل رسیده بود. تحت تأثیر سرکوب شدید و خشونت‌آمیز حکومتی و تمهیدات شدید امنیتی و نظارتی پس از حدود 100 روز از آغاز خیزش، آخرین کانون‌های اعتراضات در شهرهای کردستان برچیده شدند و نماز جمعه زاهدان و خطبه‌های مولانا عبدالحمید تنها کانون داخلی جنبش بود که دستگاه سرکوب قادر به کنترل و مهار آن نشد و تریبون آن همچنان فعال مانده است. اما این لزوماً به معنای پایان جنبش نیست، بلکه به معنای پایان یک چرخه از اعتراضات است. اعتراضاتی که در دهه اخیر دوره بازگشت آنها به مرور کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شده است. آنچه چرخه کنونی را متمایز می‌کند این است که گویی جامعه را وارد یک مسیر انقلابی کرده است، بدین معنا که بخش بزرگی از جامعه همچنان به فکر کردن، خیال پردازی و انجام کارها بر اساس آینده‌ای متفاوت یا انقلاب ادامه می‌دهند. در این حالت قضاوت مردم در مورد مسائل کشور اغلب با طنین اینا رفتنی‌اند در اعماق ذهنشان شکل می‌گیرد، به طوری که هر نارسایی روزمره مانند کمبود آب، شکست حاکمیت تلقی می شود و هر عمل اعتراضی مثلا در مورد دستمزدهای معوقه اقدامی انقلابی. چنین ذهنیت و روانشناسی سیاسی وضع موجود را موقتی می‌پندارد و تغییر را گریزناپذیر.
تغییری که تنها زمانش نامشخص است. از این رو در چنین جامعه‌ای دوره‌های متناوب آرامش و ناآرامی می‌توانند آنچنان ادامه یابند تا بالاخره به وضعیت قدرت دوگانه یا وضعیت انقلابی منتهی شوند. تنها یک اصلاح سیاسی رادیکال و بهبودی معنادار در زندگی مردم ممکن است این مسیر انقلابی را مختل کند. برای مثال، تغییر قانون اساسی، اجرای همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی مطلوب و یا انجام برنامه‌های گسترده اجتماعی اقتصادی از جمله این اصلاحات هستند. در غیر این صورت یا باید شاهد وضعیت بحران زدگی مستمر و حکومت ناپذیری جامعه و حتی فروپاشی از درون بود و یا روند احتمالی به سمت یک وضعیت انقلابی. اما ظهور یک وضعیت انقلابی بعید است، پیش از آن که جنبش انقلابی نظیر زن زندگی آزادی به بدیلی معتبر و جایگزینی مشخص برای حاکمیت موجود تبدیل شود. جنبش انقلابی زمانی میتواند به بدیلی مشخص و ملموس تبدیل شود که از نوعی سازمان رهبری و چشمانداز استراتژیک با اعتماد عمومی برخوردار گردد. به عبارت دیگر، جنبش سیال کنونی مجبور است در مرحله‌ای از تحول نمود نهادینه خود را به عنوان یک نیروی جمعی ملموس و متبلور از ائتلاف گروه‌ها، بخش‌ها و شخصیت‌های ناراضی جامعه بروز دهد و روشن کند که چه می‌خواهد. بالاخره اگر لحظه دگرگونی سیاسی فرا رسد و جنبش انقلابی فاقد سازماندهی و ارگان رهبری باشد، دیگر نیروهای سازمان یافته موجود، ریشه‌دار و فرصت طلب مانند نظامیان، احزاب سیاسی، گروه‌های فرقه‌ای یا سازمان‌های مذهبی وارد معرکه خواهند شد تا مسیر آینده را به نفع خود شکل بدهند. چنین نیروهایی می‌توانند به نمایندگی از جنبش وارد معاملات ناخواسته با قدرت شوند و یا به سادگی خلأ قدرت را در صورت فروپاشی سیاسی پر نمایند. خیزش سراسری 1401 تحولی در نگرش‌ها و ایستارهای اجتماعی غالب در باب اقوام و نسبت آنان به هویت ایرانی به وجود آورد. به گونه‌ای که برای نخستین بار در بستر یک خیزش جمعی امکانی برای گفتگو، همراهی و وحدت نسبی گفتار اقلیت قومی مذهبی با اکثریت قومی مذهبی درآمد. شعارهای از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، مهاباد کردستان چشم و چراغ ایران، کردستان بلوچستان چشم و چراغ ایران، کرد بلوچ آذری آزادی برابری، مصادیق روشنی از تغییر معنادار در بینش و باور جامعه ایران با مرکزیت تهران درباره نسبت امر قومی با سرنوشت جامعه ایران است. البته تغییرات نگرشی مذکور صرفاً یک گام هرچند مهم اما ابتدایی است که تقویت و تحکیم آن نیازمند استمرار و تحولات معرفتی گفتمانی است که با عبور آن از سطح هیجانی، احساسی و شورشی به ساحت منطق، اندیشه ورزی و باور به اصول آزادی و دموکراسی آن را به پارادایمی در فرهنگ سیاسی جامعه تبدیل کند. لذا برخلاف برخی از تحلیل‌های ارائه شده که متأثر از فضای هیجانی ایام خیزش و برخی القاءات گذرا از این تغییرات با عناوین انقلاب فکری اجتماعی نام بردند، باید یادآور شد که گذر به مرحله انقلاب فکری درباره مقوله قومیت ملیت، اقلیت‌های دینی و مذهبی و جوامع مرکز حاشیه در ایران نیازمند یک تغییر بطیء، گام به گام و پایدار در زیرساخت‌های معرفتی و نگرشی است که تاکنون تنها مقدماتی برای طرح و بحث آن به وجود آمده است. پاورقی. برخی از جستارها و گفتارها در خیزش 1401 تغییر در رابطه مرکز حاشیه و اقلیت‌های قومی مذهبی با اکثریت را انقلاب فکری اجتماعی می‌نامند. ظهور برخی از منازعات فکری و تضادهای گفتمانی ناظر بر امر قومی در ایران کنونی بعد از فروکش کردن اعتراضات از وضعیت یاد شده حکایت دارند، وضعیتی که رژیم جمهوری اسلامی با اسم رمز تجزیه طلبی و برخی از جریانهای فکری و احزاب اپوزیسیون خارج و داخل نیز با استدلالات مشابهی سعی در به بنبست کشاندن آن دارند و حتی در مواردی موفق به ایجاد گسست در برخی مواضع و ائتلاف‌های نظری و عملی شدند. زمینه‌ها و عوامل شکلگیری خیزش 1401 در سه سطح زمانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت قابل تقسیمند. عملکرد گشت ارشاد در موضوع حجاب و مقاومت زنان و دختران در برابر آنان به طور خاص و منازعه نسل جدید زنان و دختران بر سر حق انتخاب پوشش و سبک زندگی به طور عام در زمره زمینه‌ها و عوامل کوتاه مدت قرار دارند. عواملی که جرقه اعتراضات با آنان زده شده و سرآغازی برای فریاد زدن سیل عظیمی از مطالبات
افراد و خواسته‌هایی شد که ریشه در سالیان و دهه‌های دور و نزدیک داشتند. انباشت بحران‌های چندگانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی زیست محیطی که ماحصل عملکرد دهه‌های اخیر رژیم در محیط داخلی و بین‌المللی است و ایران را با چالش‌های جدی و مخاطره‌آمیز مواجه کرده است، طیف میانی زمینه‌ها و عوامل خیزش را شکل می‌دهند که به طرز عمیقی باعث به بنبست راندن فضای سیاسی داخلی، افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی، گسترش یأس و سرخوردگی اجتماعی و ناامیدی از هر نوع امکان بهبود شرایط شدند. امروزه ایران در حالی مدعی ایده حکومت جهانی صالحان و عدالت‌گستری در مقیاس جهانی است و همچنان از ایدئولوژی صدور انقلاب پاسداری می‌کند که آمار و ارقام اختلاس و فساد در ساختار حکمرانی کشور رکوردهای چندین میلیارد دلاری ثبت می‌کند و شرایط ناگوار زیست محیطی ناشی از مدیریت ناصحیح منابع زندگی بسیاری از ساکنان کشور را با تهدیدات جدی و نگران کننده مواجه کرده است. در سطح سوم، عوامل و زمینه‌های مؤثر بر خیزش که به لحاظ زمانی پایدارترین عناصر در برساختن وضع موجود به شمار می‌روند، تقابل نظام معنایی و گفتمان حاکم بر جامعه امروز ایران با رژیم قرار دارد. در خلال تحولات و منازعات دهه‌های اخیر به تدریج عناصر اولیه یک گفتمان جدید در فضای فکری و اجتماعی ایران ظهور کرده است که مشکل اساسی کشور را اسلامگرایی سیاسی حاکم یا به عبارت دقیق‌تر شیعی‌گرایی با خوانش جمهوری اسلامی می‌داند و راه حل آن را گذر از این اسلامگرایی قلمداد می‌کند. این گفتمان جدید شامل مؤلفه‌هایی چون اصالت زندگی، عرفگرایی، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کثرت‌گرایی و دموکراسی است. مؤلفه‌های این گفتمان به ویژه طی 2 دهه اخیر کم و بیش در میان اقشار و لایه‌های مختلف اجتماعی نفوذ کرده است. جنبش زن زندگی آزادی را می‌توان به عنوان نشانه مرحله جدیدی در گسترش این گفتمان و به عبارت دیگر به منزله ورود آن به مرحله سیاسی و عرصه منازعات سیاسی قلمداد کرد. جنبش زن زندگی آزادی از حیث ماهیت و خاستگاه به نسل نوین جنبش‌های سیاسی مدنی تعلق دارد که در وهله نخست بر مسئله ستم جنسیتی زنان در ایران تمرکز یافته است و مبدأ اعتراضات آن نیز ریشه در این موضوع دارد. شعارهای متمرکز بر حقوق زنان این خصلت جنبش را به خوبی آشکار می‌سازند. مطالبات نسلی جوانان و نوجوانان هویت‌های جمعی تحت تبعیض قومی مذهبی و سندیکاها و اصناف و گروه‌های خردتر در مراتب بعدی قرار داشتند. این خیزش برخلاف خیزش‌های اعتراضی پیشین که عمدتاً اقتصادی، صنفی یا صرفاً سیاسی بودند، یک خیزش اجتماعی بود. خیزشی برآمده از جامعه پویایی که پیوسته در حال تجربه تغییرات نسلی، جنسیتی و هویتی جدید است و بر اساس این تغییرات نیازها، خواسته‌ها و شرایط نوین و متناسبی را طلب کند. اما نه تنها هیچ پاسخ مطلوبی دریافت نمی کند، بلکه به شدت مورد مخالفت و سرکوب قرار می گیرد، زیرا اجتماع و حاکمیت در ایران از تعارض بنیادی رنج میبرند. ماهیت ایدئولوژیک گفتمانی و تبعات کارکردی آن در رژیم جمهوری اسلامی سرمنشئی است که بسیاری از تعارضات و تخاصمات جامعه و حاکمیت در دهه‌های گذشته را به وجود آورده است. از منظر ایدئولوژیک و گفتمانی، رژیم جمهوری اسلامی ایران یک نظام ایدئولوژیک متکی بر گفتمان شیعی انقلابی است که برخلاف الگوی غالب دولت‌های ملی در آن منافع ملی جای خود را به منافع و مصالح انقلابی شیعی می‌دهند. هر گونه سیاستی، اما سیاست در امور داخلی، کشورداری و دیپلماسی و سیاست خارجی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اصول آن پیروی می‌کنند. رژیم جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته در سایه اصل حکومت ولایت مطلقه فقیه و با ادعای نیابت امام زمان ضمن کمترین التفات به جامعه متنوع و متکثر ایران و مطالبات خاص آنها در تقویت و ترویج ایدئولوژی و گفتمان انقلابی شیعی خود کوشیده است. این موضع در جامعه متشکل از هویت‌های فرهنگی و قومی مذهبی متکثر و گرایشات مدرن سیاسی و اجتماعی ایران از فردای انقلاب تا کنون منشأ تعارضات و مجادلات وسیعی بوده است. اما با این وجود بهره‌مندی حاکمیت از درآمدهای مستقل نفتی و مدیریت آمرانه اقتصاد و معیشت مردم از طریق آن توأم با کنترل نسبی فضای فرهنگی اجتماعی علیرغم سیر نزولی مشروعیت نظام از نظر کارکرد نهاد حکومت موفق به کنترل بحرانها و حفظ حاکمیت خود شده است.
اما در دهه اخیر به دنبال انزوا و تحریم ایران در سطح بین‌المللی و گسترش فساد و ناکارآمدی در نهادهای اجرایی، نظام با بحران کارکردی و مدیریت مواجه شده است و از انجام برخی کارویژه‌های اصلی خود از قبیل ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم ناتوان مانده است. به تعبیری در چند سال اخیر با استهلاک فزاینده سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی با یک دولت منتزع یا منفصل مواجهیم که فاقد ارتباط معنادار با محیط داخلی و بین‌المللی است و بنابراین هم در شناخت درست مسائل و هم در حل و فصل متناسب آنها به شدت ناتوان است. ناتوانی مفرطی که هم جنبه گفتمانی دارد و هم جنبه کارکردی، در نتیجه منجر به تراکم نارضایتی اجتماعی و بروز اعتراضات می شود. خیزش زن زندگی آزادی را میتوان یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های نوین اجتماعی پساساختارگرا در ایران خواند. این جنبش بیش از آن که ریشه اقتصادی یا طبقاتی داشته باشد یا از ایدئولوژی یا رهبری خاصی الهام گرفته باشد، جنبشی متکثر، افقی، سعیال، غیر متمرکز و بدون برنامه اما هدفمند بود که در آن خواسته‌های ساختارشکنانه همچون آزادی حجاب، رفع تبعیض و نفی نظام مطرح شد. آنچه شکل گرفت در واقع ابر جنبشی است که برای نخستین بار بدون تکیه بر نهادهای سنتی موروثی و دینی و پایگاه‌های آنها همچون بازار و روحانیت و با طرح گفتمان‌های مدرن، دموکراتیک، حامی حقوق زنان و ضد تبعیض بر سر پای خود ایستاد. این جنبش ارزش‌های نسل جوان در چالش هنجارهای سنتی، دینی، پدرسالار، تبعیض‌آمیز و استبدادی را یکجا به نمایش گذاشت و همزمان با گفتمان‌های اقتدارگرایانه موروثی، دینی و ایدئولوژیک بیگانه بود و هیچ یک از ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، اسلامگرایانه و کمونیستی الهام بخش آن نبودند. این شاید یکی از دلایل اصلی غافلگیری نه تنها حکومت بلکه بخش مهمی از اپوزیسیون از برآمد این جنبش و عقب ماندن از آن بود. آصف بیات در تحلیل فراجنسیتی فرانسلی ماهیت جنبش را این چنین به تصویر می‌کشد: این رخداد سیاسی اجتماعی بی سابقه نه صرفاً یک انقلاب فمینیستی است، نه فقط شورش نسل نو و یا به سادگی راجع به حجاب اجباری. این خیزشی است برای بازپس گرفتن زندگی، مبارزه‌ای برای رها کردن زیست جهان مردم از بند یک استعمار داخلی. در این میان زنان به عنوان موضوع مرکزی این استعمار به پیشگامان این جنبش رهایی بخش به پا خواستند. شاید ما شاهد برآمدن یک مسیر انقلابی در کشور باشیم، وضعیت انقلابی در معنای قدرت دوگانه که در آن یک نیروی انقلابی سازمان یافته با حمایت میلیون‌ها نفر در مقابل دولت در حال فروپاشی و نیروهای امنیتی متفرق قرار بگیرد نیست، بلکه آنچه امروز شاهد آن هستیم برخاستن یک جنبش انقلابی با الگوی اعتراضی، زبان و هویت خاص خویش است که میتواند جامعه را به یک مسیر انقلابی رهنمون شود. وی با نگاهی ایجابی به دستاوردهای جنبش بر این باور است که با خیزش زن زندگی آزادی تغییری پارادایمیک و غیرقابل بازگشت در افق ذهنی ایرانی رخ داده است و در این باره می‌نویسد: فرجام این خیزش هرچه باشد بسیار چیزها دستخوش تغییرات عمیقی شدند. بعید است که اوضاع به حالتی که قبل از قیام بود بازگردد. یک تغییر پارادایمی در ذهنیت ایرانی رخ داده است. طبق نظرسنجی‌ها اکثریت مردم به وضوح از نظام کنونی گذشته‌اند و خواهان تغییرات بنیادی هستند. در این تحول ذهنی زنان به عنوان عامل دگرگون کننده و مسئله زن به عنوان کانون استراتژیک مبارزه تصدیق شدند. خیزش زن زندگی آزادی غیبت گفتمان دینی و بیزاری از دین دولتی را به نمایش گذاشته است. هنجارهای جدیدی در جامعه ایجاد شده‌اند و احتمالاً باقی خواهند ماند. گشت ارشاد، حجاب اجباری یا تفکیک جنسیتی ممکن است در عمل به تاریخ بپیوندند. جامعه‌ای که تا همین اواخر دستخوش حس انسداد و تعلیق بود، گویی جان و روان تازه‌ای به خود گرفته است. پس از مدت‌ها یأس و سرخوردگی، نوعی امید آمیخته به ابهام به وجود آمده است. این باور که ممکن است اوضاع واقعاً دستخوش دگرگونی بشود. آنان که انتظار نتیجه سریع دارند احتمالاً مایوس و محزون خواهند شد، اما تردیدی نیست که جامعه در مسیری نو قرار گرفته است. گویی گشایشی نو هرچند ناشناخته در افق این سرزمین پدیدار شده است.